کسی نمازخوان است و عرق می نوشد، کسی نمازخوان است و زنا میکند، کسی نمازخوان است و حقارتچی هست، کسی نمازخوان است و دروغچی هست، نمازش دیده براید. همین کتابی صفتی نماز نوشتگیم یه بار خوانده براد ببینید چی کدام عملهاش مطابقت نمیده، طهارتاش از نظر گذرانه. چون که این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، الله تعالی میگه نماز از کارهای فاحشه و منکر، یعنی از گناههای عظایم نگاه می‌دارد. وقتی نمازش از کار گناه نگاه ندارد اون نماز نیست. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم ارجع فصلی فانک لم تصلی، رو نماز خوان که تو نماز نخواندی. گفتن یا صحابه اومده دو رکعت نماز خواند، بعد اومده به پیامبر صلی الله علیه و سلم سلام داد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به سلامش علیک گرفتن، گفتن که رفته نماز خود تو نماز نخواندی. 3 مراتب گرداندن. بعد گفت که یا رسول من دیگه از این دیگه زیبا نماز خواندن نمیتونم، پدر و مادرم فدای شما بود، به من نمازخوانی رو تعلیم دهید. بعد پیامبر صلی الله علیه و برایش نمازخوانی رو تعلیم دادن. یعنی اون نماز میخوند ولی نمازش نماز نبود، رکن‌ها و فرض‌های نماز رو به جا نمی آورد. یعنی نمازهای همین روزه نمازها از گناه نگاه نمی‌دارد. برای چی؟ برای اینکه نماز نه لذت دارد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم ارحنا بالصلاه یا بلال، ما رو با نماز یک راحت کنان ای بلال میفتن، یعنی از آن گونه نماز خوانیم و راحت کنیم. اونو وقت داخلی نماز میشدن راحت میکردن، اما ما چی؟ بعدی سلام دادن راحت میکنیم که قرض صاف کردیم گفته. یعنی در داخلی نماز راحت نیست. سلام که دادیم ها خیلی فرض اگردن ساقط شد گفته راحت میکنیم. لیکن به هر حال پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه ما رو با نماز راحت کنه. نماز راحت است در دو حالت. لیکن و جعلت الصلاة قرة عینی، گفتن که نماز نوری چشم من بود در دنیا. از همه عبادتی که در آن لذت میبردند این نماز بود، چون که این نماز عبادتی که بنده رو با الله تعالی پیوست میکند. صلتون یعنی علاقه پیوست کردن بین بنده و بین الله تعالی. مناجات هم صحبت شدن با الله تعالی است. این نماز از کارهای گناه آدم را نگاه می‌دارد. کسی که اگر نماز خواند و گناه‌های کبیره کند، نمازش یعنی از نظر گذراند که در نمازش خلل هست. و کدام آدمی که مسلمان است نماز میخونه ولی دروغ میگوید، یک صفت منافقی در او هست. منافق یعنی آدم دروغیه. نسأل الله السلامة و العافیه. این یعنی مسلمان هست ولی مسلمانی که گناه کبیره کرده است. مؤمنون به ایمانه فاسقون به کبیرتی، یعنی ما اینا کافر نمیگیم به سبب دروغگوییش یا به سبب حقارت کردنش کافر نمیگیم، لیکن این آدم گناهی کبیره کرده است، گناهی عظیم کرده است. بله الله تعالی هدایت کنه. و نمازش هم کمبودی دارد. نمازش اگر نماز درست میشد اینا از این کارا نگاه میداشت. کسی نمازخوان است و عرق می نوشد، کسی نمازخوان است و زنا میکند، کسی نمازخوان است و حقارتچی هست، کسی نمازخوان است و دروغچی هست، نمازش دیده براید. همین کتابی صفتی نماز نوشتگیم یه بار خوانده براد ببینید چی کدام عملهاش مطابقت نمیده، طهارتاش از نظر گذرانه. چون که این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، الله تعالی میگه نماز از کارهای فاحشه و منکر، یعنی از گناههای عظایم نگاه می‌دارد. وقتی نمازش از کار گناه نگاه ندارد اون نماز نیست. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم ارجع فصلی فانک لم تصلی، رو نماز خوان که تو نماز نخواندی. گفتن یا صحابه اومده دو رکعت نماز خواند، بعد اومده به پیامبر صلی الله علیه و سلم سلام داد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به سلامش علیک گرفتن، گفتن که رفته نماز خود تو نماز نخواندی. 3 مراتب گرداندن. بعد گفت که یا رسول من دیگه از این دیگه زیبا نماز خواندن نمیتونم، پدر و مادرم فدای شما بود، به من نمازخوانی رو تعلیم دهید. بعد پیامبر صلی الله علیه و برایش نمازخوانی رو تعلیم دادن. یعنی اون نماز میخوند ولی نمازش نماز نبود، رکن‌ها و فرض‌های نماز رو به جا نمی آورد.